کمیل میگه من شب بود تو کوچه های کوفه با امیرالمومنین داشتیم میرفتیم. میگه یه مرتبه صدای یک تلاوت قرآن بسیار زیبا به گوشم رسید که دلم ضعف، انقدر قشنگ قرآن میخون. این آیه رو میخون امن هو قانتون آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. کمیل میگه من تو دلم گفتم آفرین چه قرآنی میخونه. تا این تو دلم اومد امیرالمومنین گفت کمیل وزوز این آدم فریبت نده، اهل جهنمه. وزوز این روایت تو سفینة البحاره، مرحوم محدث قمی آورد. امیرالمومنین فرمود کمیل وزوز این آدم فریبت نده، اهل جهنمه. کمیل میگه من بهتم زد، هم از این جهت که امیرالمومنین انقدر سریع که تو دلم گذشت رو گفت، هم از این جهت که انقدر قاطع عاقبت اون فرد رو گفت که اهل جهنم. هیچی نگفتم، میدونستم امیرالمومنین حرف بی حساب نمیزنه. گذشت بعد از مدتی جنگ با خوارج، جنگ نهروان. وقتی تمام شد با امیرالمومنین داشتیم بین کشته ها حرکت میکردیم. حضرت رسید به یه پیکری، پاشو آهسته زد به اون جسد، گفت امن هو قانتون آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره. این همون است که اون شب قرآن میخوند، این همونه. کمیل افتاد به پای امیرالمومنین، گفت آقا حقا مرد خدا خودتی، اول آخر آدما رو میدونی. خب این قرآن اونجوری به اون قشنگی میخوند. ما جدایی از اطرت تو محیط ولایت نبود. خوارج اینجوری بودن دیگه. قرآنی که اونا میخوندن من شما نمیتونیم بخونیم، نماز شبی که اونا میخوندن، نمازایی که اونا میخوندن من شما نمیتونیم انجام بدیم. اما این کارا رو میکردن، شکم زن حامله‌ای که محب امیرالمومنین بود میدریدن، جنین رو میآوردن بیرون جلو چشم مادر که لحظات آخر عمرش سر پایگاه